ماینکرافت، ولی من فقط 2 تا آیتم تو دستم دارم و دیگه چیز دیگه ای نمیتونم ماین کنم. ماین مساویه با دای. تو این مدت که مپمون ساخته میشه شما حتما لایک و ساب بکنید و تا من بتونم برم یه دایمن پیدا کنم. توی این ویدیو من نمیتونم هیچ آیتمی بجز دایمن رو بکنم و فقط داخل تو دستم یه دونه پیککس و یه دونه گوشت هستش. خب زودتر باید دنبال یه گار بگردم و برم توش تا یه دایمن بکنم. این مثل اینکه گار خوبی میاد. من اومدم تو گار رو یه ساعت اینجا گیر کردم، زیرم هم که نمیتونم بکنم، پس راه حلی نیست بجز اینکه بپرم. خب خدا رو شکر هنوز زنده ای. با هر بدبختی بود بالاخره اومدم توی این گار. زودتر دنبال یه دایمن باید بگردم، از این گوشه برم نیفتم پایین. برام جالبه که هیچ ماب اینجا اسپان نشده، یه جوری انگار آرامش قبل طوفانه. خب اینجا قطعا باید یه دایمن باشه. آها اینا بکن سری بکن. اینم از این دایمن رو به دست آوردیم. لایک و ساب کنید.